سلام ارادت خدمت همه همراهان وایرون AI. امیدوارم که حالتون خوب باشه و توی این قسمت قراری که یه مقدار متفاوت تر باشه. قراری یه واچ لیست داشته باشیم، یه سری ارزا رو با هم دیگه بررسی بکنیم برای آلت سیزن احتمال پیش رو و فوروارد تست خود ربات رو داشته باشیم. ببینید همین اخیرا ریزشی که این پشت من هست، خب اینو میتونید کامل الان ببینید که با خود ربات گرفته بودیم، در حالی که من نظرم روی لانگش بود و قرار بود که به نظرم لانگ بشه، اما ربات گفت که خیلی ساده بی خود کردی و قرار ریزش داشته باشیم. اوکی، پس اینو داشته باشیم، اونو داشته باشیم. یه سری حالا جوایزی هم این وسط خواهیم داشت که اونم میگم داستانش چه صورت. این وسط رو بریم با هم دیگه و شروع بکنیم ببینیم چه صورته. پس اول بریم یه خلاصه ای از فوروارد تستامون داشته باشیم. توی همین چند هفته‌ای که گذشته یه نگاهی به ایمپروومنت های خود ربات داشته باشیم و بعد برگردیم با شلیس هم با هم دیگه در بیاریم. ببینید اصلا همین بذار من برم این پایین، شما بهتر بتونید منو ببینید. خب من برم اینجا، این هم بیاد پایین. اوکی. ببینید توی گروه خودمون همین حالا تیم وایرون AI که میشناسید، خود والا پدرام یه زحمتی کشته بود 24 سپتامبر یه تحلیل گرفته بود از لینک و گفت بده، یعنی اینجا داد که با هم دیگه روش بررسی داشته باشیم. شورت داده بود. ببین همین اولش رو میخوام با هم دیگه بررسی بکنیم. اوکی، ساعت 9 هم بود دیگه فکر کنم. آره ساعت 9. ببینید و حالا از این شورت ترم شروع میکنم، از این 15 دقیقه. 21.89 کوالیتیش هم 92% بود. 21.89 ورود داده و استاپ هم روی 22.20. بریم با هم دیگه اینو یه بررسی بکنیم. حالا به این اتریوم هم برمیگردیم. بریم توی لینک. حالا اینجا خیلی شلوغه، مثلا بریم اینجا. خب ببین خیلی جالب بوده. ساعت 9، خب ساعت این پایین میبینید دیگه، ساعت 9 میشه اینجا دیگه. اوکی، ساعت 9 اومده بود تحلیل گرفته بود پدرام و دقیقا از 21.89 اینجاش میشه دیگه. این چرا داره اضافی تر میندازه؟ بذار بریم یه چارت دیگه ببین. آره 21.89 اینجا میشه تقریبا. بذار من نقطه ورود رو درست کنم. حالا مثلا یه مقدارم پایین تر رفتیم، صرافی رو باز کردیم و فلان کردیم، یه مقدار این طرف اون طرف شده. استاپ روی چند بوده؟ روی 22.20. خب 22.20. اوکی، تارگت هاشو با هم دیگه بررسی بکنیم. تارگت 21.55 21.20. ببینیم تا کجا قراره بره. 21.55 که ذاتا اینجا زاده تموم شده. 21.20 هم که اینجاست. و ببینید یه نکته داریم، همون تریل کردنی که خود ربات هم بهتون میگه دقیقا اینجا اتفاق میفته. وقتی حالا تارگت های 15 دقیقه میخوره و میبینی که اصلا خبری از بازگشت نیست و همینجور شر داره میریزه، خب میگه چیکار کنم؟ ببینید قانون داشتیم توی قسمت قبلی، قانون داشتیم برای اینکه خیال خودتون راحت بشه. من توی تیپی اولش که میشه حدودا اینجا، خب یه آربار 1 میشه دیگه تقریبا. این قسمت ها که 21.55 بوده بذار مشخص بکنم. اینجا من 50% از سودم رو سیو میکنم و میام بیرون، منتظر دوم میشم این میخوره. حالا با توجه به دیدی که من حالا از خود روند دارم که ببینم روند چجوریه، میره نمیره، وضعیتش به چه صورته. اگر اوکی بود و ریزشی بود، من میام این تارگت های خود سوینگ رو میگیرم. ببین سوینگ مثلا نزدیکترین چیزی که اینجا داده 19.34 بوده، فکر نکنم بهش رسیده باشه. 19.34 نه، ببینید دیگه الان بهش نرسیده. خب 19.34 میشه تقریبا همچین چهایی. فکر کنم یه دقیقه اینترنت رفت، الان دوباره برگرده، موردی نیست. تقریبا این همچین جاها میشه و اصلا ما میتونستیم تیپی دوم که 21.20 بود دیگه، آره اینجا بود. ببین اینقدر اضافی تر از اینجا داشتیم،
یعنی 6% هم حدوداً اضافی داشتیم. حالا رسیده به اینجا نشده، اینجا دوباره گیر کرده داره میره بالا. اینا دیگه سایناییه که من باید اینجا خروج بزنم دیگه. خب و اصلا استاپ من برداشتم، اینجا استاپ برداشتم گذاشتم بره واسه خودش و تقریبا اینجاست دوباره برگشت تو همون نقطه و موردی نیست. من اگه بیاد دوباره اینجا هم برگرده بزنه اصلا چیزی از دست نمیدم. سود اول دومو برداشتیم، منتظر سومی هستیم ببینیم میخوره نمیخوره چجوریه. اون دیگه ببین مبلغیه که از سودت داری ریسک میکنی، از پول خودت نیست. سودیه که در همین حال حاضر حالا این پوزیشن داری و میذاری واسه خودش بگرده ببینیم میخوره نمیخوره میره نمیره چجوریه. و هر بار که مثلا میبینید یه زوری زده اینجا دوباره اومده و خیلی خوبم بوده. حالا باید منتظر نتایجش باشیم ببینیم که داستان چی میشه. اما خب همون 15 دقیقه کارو جمع کرده بسته و تموم شده. این از این داستان واسه لینک بود. بیایم رو خود در واقع چیزی که من گرفته بودم از اتریوم. 25 سپتامبر بوده 5 پی ام. 25 سپتامبر دقیقا اینجا میشه دیگه و 5 پی ام هم که کی میشه؟ بیا 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 خب اینجا میشه دقیقا 5 پی ام. اینجا میشه. چی گفته بود به ما؟ طول کشیده به ما نتایج داده. حالا اینا دستورات اختصاصی ها، شما تو پلن ادوانس میتونید اینا رو ببینید. A ستاپ بوده، کلاس A بوده 85% و این کار نداریم. من میام توی انتریش توضیحی که داده روی 4000 تا 4150 میگه رو همون اوردر بلاکی بیریش سوار شو. اولین تارگت 3950 3800 و دیگه اون یکی خیلی دوره. ببین اون دیگه خیلی دوره. اکستند ایف این دیگه فلان بشه توتال 2 BTC کلا دیگه به فنا برن اونجوریه. اینجا ما 4150 نداشتیم. خب اصلا 4000 تا 4150 تقریبا میشه این بازه. میگه اینجا روی این اوردر بلاکه مثلا میتونی که سوار بشی. ما روی همین اوردر بلاکه یعنی 4000 یه مقدار این ور اون ور سوارش میشیم و دقیقاً استاپ کجا میاد؟ 4450. یعنی سیف ترین فکر کنم حالت ممکنه شده داده، ولی بر اساس دید خودتون میتونستید اینجا اصلا این سطح رو در نظر بگیرید. این سطح قبلیه که خود مثلا به عنوان تارگت ربات بوده. ببینید میگم اینا تبدیل به یه سری لول های خاص میشن دقیقا مثل همینه. شما میتونستی اینو قشنگ بیاری بندازی بالا اینجا خیالت هم راحت بشه. بعد نزدیکترین تارگتش 3950 و 3800 بوده. 3950 دیگه خیلی نزدیک بوده و اون یکی هم 3800 بوده. ببین تقریبا اینجاها و میاد و اینم کی لول قبلیه خود ربات بوده. بذار ببینم میشه پیداش کرد. خب بیام یه مقدار این طرفتر. خب ببین دقیقا از همین لولی که به عنوان تارگت داده من تارگتم رو اینجا ست کرده بودم. اینا رو همشو تو اون قسمت های اولیه‌ای که واسه آموزشش بود گفته بودم بهتون. یه همچین چیزی می شده و من دقیقا روی حالا بالا اینجا بوده البته این قسمت. خب روی همینجا من اومدم بستم و ما بقیشو حالا منتظرم که ببینم قراره براش چه اتفاقی بیفته. 50% من بستم، سودم با در آوردم دیگه. حالا چیز خاصی هم نیست. ببین 4% شیرین از همینجا ریخته تا اینجا 4%. ولی حالا همونجا هم مثلا بود تقریبا این قسمت ها بود دیگه، همون نزدیکی ها داشت بهتون میداد. و بعد بریم بالاتر. 18 سپتامبر IMX رو داشتیم 2 پی ام. سریع بیایم روی IMX 18 سپتامبر. دوستان عزیز باید اینو من یه مقدار ببندم.
18 سپتامبر میشه دقیقا اینجا. خب این قسمت 18 سپتامبر. اوکی. و تایمش کی بوده؟ چون الان 4 ساعت هست واسه همین دارم اینجوری نگاه میکنم ها. 2 پی ام بوده که تقریبا تو 4 ساعته میفته کجا؟ میفته حالا نمیدونم اینجا یا اینجا میفته، توی یکی از اینا میفته دیگه. اون موقع باید بریم روی 15 دقیقه. روی 18. خب 18 کی بوده؟ 14 اینجا. اوکی پیداش کردیم. ببینیم نگاهی بیندازیم. لانگ داده، کیفیت کوالیتی 90% بوده، 763 ورود داده. اینو درستش بکنیم. 763 حالا یه مقدارم بیشتری طول کشیده اینجا بوده. استاپ کجا بوده؟ 738. بیا 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 بیا. خب حالا بریم روی 785 820. اصلا 820 رو بگیریم با هم دیگه. اینجا شما همینجوری خروج میزدی 6%. ببین نقطه کرده رفته. کسایی که میگن تو ایران کسیو داریم نقطه بزنه یا نزنه، من میخوام بیام راجع به همینو باشون صحبت بکنیم ببینیم مثلا اونا خودشون دستی نقطه میزنن، ربات ما خودش نقطه میزنه براتون نقطه میده. یعنی اصلا این موردا پولو به پر تو گلوه. ولی بیایم دوباره یکی دیگه اصلا بررسی بکنیم. میگه حق با ایناست، اصلا بیت کوین رو نمیخوام ایکس آر پی و بعد خیلی بریم بالاتر تون نمیدونم ایکس ال ام داریم سوشی. بیا اصلا سوشی با هم دیگه بررسی بکنیم. یادم نیست اصلا اینم نگرفتم چون مجید گفت که نگیریم، ولی ما هم گفتیم اوکی دیگه، یعنی داشتیم بررسی میکردیم. سوشی 11 سپتامبر 10 پی ام. اصلا من نگرفتم اینا. سوشی 11 سپتامبر 10 پی ام. یه منتظر باشیم لود کنه. چارتو کوچیک کنیم. اینا کجا اساسا؟ 18 اینجا کجاست؟ اینجا میشه 11 سپتامبر 10 پی ام. میشه دقیقا همینجا. میشه دقیقا همین نقطه. اوکی. حالا یه فرض کنیم 5 دقیقه هم تحلیلتون طول کشیده، شما اصلا اینجا وارد شدید. لانگ بوده، بعد کیفیت دوباره 92% بوده، روی 79 90 ورود داده، 79 50 استاپش. 79 90 ورود داده. گفتم دیگه ما مثلا بالاتر در نظر میگیریم. 78 50. آره 50 دقیقا میشه زیر همین سطح رو برامون در نظر گرفته. بریم تارگتش رو در بیاریم. 80 26 80 75. آخرین تارگتی که توی لیمیت داده 81 50 بوده. 82 50. 81 50 اول ببینیم. دقیقا همینجا میشه. اصلا نقطه کرده رفته اینجا. 82 50 ها دیدیم. 82 50 آره دیدیم. بعد اینو ول کن اصلا. سوینگش 82 50 داده، اینم 82 50 داده. تموم شده رفت دیگه. اصلا ما چی میخواستیم؟ هیچ. شما همین رو ریتیل میکردی میرفت بالا دیگه. ما اینجا کلا بستیمش دیگه 3% سود تمامه. چیز خاصی نداره. بیایم پایین تر. اوکی تون رو با هم دیگه بررسی بکنیم، اونم بگیم تون فلانه. 11 و 45 پی ام بوده تون. چرا اینجوری شد؟ USDT. حالا مثلا روی بای بیت بگیریم. چرا حرکت نمیکنه؟
گیر کرد. نه درست شد و بیایم روی 11. اوکی. 11 سپتامبر کی بوده؟ گفتیم 11:45 بوده دیگه تقریبا این حوالی. 11:45 اینجاها. خب بعد استاپ 347 253 347 اوکی 253 کجاست؟ اینجاست. یه بار شیرین 2.5 اینم 2% تقدیم شما. من میکشم تارگتش هم اینجا بخور. اوکی. پس دیگه زیاد دور از انتظار و دور از چشم و دور از دسترس نیست تارگت نقطه زدن. اینجا ما اینا رو داریم. اوکی اینا حل شد. اینا واسه همون فوروارد تستایی بود که گرفته بودیم که تایمش هم دیگه کامل با هم دیگه دیدیم. اوکی خب آقا الان چیکار بکنیم؟ بریم سراغ واچ لیستمون. ببین ما الان میام روی واچ لیست. از همین اول من این ویفو برای شما باز کنم. WIF ویف یا هر چیز دیگه. من با این کار ندارم. میایم روی روزانش. اینو بذارم پاک کنم. اینجا نمیشه. بریم روی مکس. خب این ما روزانه رو داریم. ما گفته بودیم که تو کانال باید بریم کجا رو؟ بالای اینجا رو بزنیم دیگه. خب این قسمت رو دوباره همچنان این تحلیل پایداره. بذار من چارت رو خیلی میخوام کوچیکش بکنم و دوباره کوچیک بشه. اوکی دیگه زیادتر کوچیک شد. ببین یه حرکت داشتیم اینجوری شارپ ریخته. دلیل اینکه شارپ ریخته این بوده که اینجوری این بالا رفته، دوباره اومده، دوباره رفته، دوباره ریزش کرده. اما اینجا اتفاقی که داره میفته تقریبا داره داخل یه باکس حرکت میکنه. ببین داخل چرا اصلا اینجوری شد؟ داخل یک باکسی ما الان داریم چندین روزی که حرکت میکنیم. از همون روزی که این شادو رو زده اینجا داره میره میاد. دوباره از اینجاها میتونه بلند بشه. هر موقع باکس ما به بالا شکست میتونید شما این تارگت ها رو خیلی شیرین داشته باشید. چرا؟ ما چون اینجا ببین دیگه چیز خاصی نداریم بتونه جلوشو بگیره. یه دونه اینجا داریم و تقریبا همینجا میشه گفت. بعد دیگه اینجا رو هم مثلا رد بکنه ببین چند درصد میشه. ما از اینجا تا اینجا دوباره 30% داریم. اینجا رو ما رد بکنیم از همین لول. ببین این لول منظورمه. خب از همین لول ما خودمون 30% داریم، ولی باکس بشکنه بالای اینجا ببنده. بذار من خودکار رو بیارم. این چیه هایی؟ اینجا بشکنه. خب از همینجا یه سود داریم به اینجا. خب بعد اینجا دوباره منتظر میشیم. یعنی اینجا یک پله‌ای هستش که ما اینجا سیو سود میکنیم. تقریبا این قسمت یعنی تقریبا $2 دیگه. خب $2 اینجا ما یه سیو سود میکنیم. اگر دوباره اینجا رو شکست از همینجا ما شیرین اینو میایم بالا. ببین از اینجا میایم تا اینجا. این همه. خب و خیلی چیز خوبیه. ویفو حتما در نظر بگیرید. اگر من اینا رو با هم دیگه در نظر بگیرم، بذار اینا رو حذف بکنیم. اگر من همه اینا رو با هم دیگه در نظر بگیرم که جفتی با هم دیگه برم بالا، از اینجا تا این قسمت قابل نداره 100% یه اثباتو میشه گرفت ازش. یعنی 120% حتی 100% ما میگیم. شما $100 بذاری $100 در میاری.
خیلی راحته دیگه، اثبات بی دغدغه هستش. این برای WIF بود. اما بریم سراغ AI16Z و دوست عزیز XBT. خب ببین این اینجا بوده، فصل AI ایجنت ها بوده. خیلی ما خبری از AI ایجنت ها نداریم. AI ایجنت ها دوباره قرار بیان بالا، چون موج هوش مصنوعی همیشه هست و این موجیه که نمیشه جلوش وایساد. با توجه به این روش که اینا در پیش گرفتن، چون پلتفرم اصلیشون هم ویچوالز اگر بره بالا اینا میان بالا. ببین ما اینو یه مقدار داخلش زوم بشیم. اگر این کجاست ای بابا، اگر این لولو بشکنه تا این لول میاد بالا، چون دیگه خیلی ریزش کرده. ما صحبتمون اینجاست، شما وای میسی میاد مثلا رو همین لول ها اینو میشکنه. این میشکنه روی مثلا 15 0.15 ببخشید، اینجا رو میشکنه تا اینجا یه دونه بالا میزنه میشه 36%. منتظر میشه اینجا رو میشکنه دوباره، از اینجا دوباره میاد اینجا 67%. ولی یک نکته داریم، این مال روزانه شه دیگه، اوکی. هفتگی زیاد خاص چیزی نداره. اما اگر بشکنه، در صورتی که این قسمت بشکنه، ببین این لول رو من دارم ازش صحبت میکنم، در صورتی که این لول 1983 بشکنه و بالای اینجا بتونه که ببنده، پرقدرت، شما 50% از اینجا داری. حالا اینو اینساید بار در نظرش بگیریم یا اصلا کندل تصفیه، کار ندارم. تا اینجا دوباره 76% داری. یعنی امنشو دارم میگم، از پایین دوباره ورود بگیریم، من با این کار ندارم. اینجا بخوای ورود بگیری روی این ناحیه که بگی آقا اینجا شکست مثلا تا اینجا بیاد بالا، همین از اینجاش تا این قسمت بهش بی خیالمشو دیگه، از اینجا تا این قسمت خودش 25% تقریبا. اوکی، اینو پس داریم اینجا. ارز بعدی که قراره با هم دیگه یه نگاهی بهش داشته باشیم ارز هایپ. هایپ الان داره میریزه تقریبا هم، حالا اوکی اینو شما دارید تو هفتگی میبینید استاپش خورده، این استاپش نخورده. بیام روی دیلی، اصلا داستان متفاوتی باز از اینجا بوده. بذار من اینو ببندم. خب بهتر شد الان. روی یه روند سعودی هستیم که ای داره کف و سقفای بالاتری میزنه. اینجا دوباره برگشته به این ناحیه، از اینجا قشنگم اتفاقا تقویت شده. شما همین رو در نظر داشته باش، اینجا رو شما بالاش شکست، این قسمت من اینجا چیکار میکنم، تقریبا تا این ناحیه دوباره 25% داری. خب میاد اینجا رو میشکنه، بالاش میبنده. وقتی اینجا بالاش بست، 25% از اینجا با هایپ میریم بالاتر. پس اینم یه ارزیه میتونیم در نظر داشته باشیم. هایپ چون صرافیه مال هایپر لیکویده، خیلی قشنگ میشه روش مانور داد. ببینید ارزایی که پشتش یه نقدینگیه، یک حرکتی، قشنگ میشه روشون سوار شد. نه صرفا یه سری از ارزایی که مثلا میاد بعد میره، اصلا معلوم نیست داستانش چی به چی بوده، واسه چی اومده بوده، چی کار داشته میکرده. بعد بریم سراغ سولانا. ببین سولانا چیز عجیبی داره اینجا. کجا رفت سولانا؟ ببین سولانا یه حرکت عجیبی داره. من میام روی هفتگیش. هفتگی ذاتاً خورد به این ناحیه، از اینجا ما شورتش رو گرفتیم تا این قسمت. ببین اینجا نقطه ورودمون بوده، تا این قسمت 14% ریخت. با اهرام 10 میشد 140%. با اهرام 10. خب این علاقه به شادوهای بلندی داره.
اومد اینجا رو هم، یعنی این کندله کامل مونده بود، اومد اینا رو هم برداشت، اینجا رو هم برداشت، کامل ترتمیز کرد. اینو چرا اصلا دستکاری کرد؟ ترتمیز کرد، کار نداریم. میایم توی ماهانش. بذار این خیلی بد شد، اصلا چیزی دیده نمیشه توی این کندل. این چه کندلیه؟ نمیبینید؟ بذار برم یه جا دیگه. خب دوستان، کندل دارید میبینید، کندل شت از سولانا رو دارید میبینید. کندل فوق العاده شتیه. چه عرض کنم، این اینجوری ببنده، با این ضعفی که اینجا نشون داده، اینجوری ببنده قشنگ میاد تا این ناحیه 171، بعد میاد تا این ناحیه 154. اگر اینجوری ببنده، این 4 روز مونده، یه مقدار اینجاشو قرمز ببنده، خیلی داستان ترسناک میشه، واقعا ترسناک میشه. از لحاظ ماهانه ما منتظر نمیشه آنچنان سودی روی سولانا بود، مگر اینکه دیگه اینو بیاد. ببین باید انقدر رشد بکنه، تقریبا 16% باید دوباره بیاد روی 240 ببنده. روی 240 دوست عزیز باید بیاد ببندی. وقتی بست میتونیم انتظار داشته باشیم که آره مثلا دوباره میتونه یه حرکت به بالایی بزنه. اینا رو نگاه نکنید تو توییتر میان میشینن میگن سولانا $1000. نمیدونم چی بود داشتن راجبش صحبت میکردن. آها، یه ارزی بود جدید اومده بود، استر الان میشه $50. به این راحتی ها نیست که آخه، مگه میشه یه شبه بشه $100 $50 از $1؟ شما یا مارکت کپ نمیدونی چیه، یا اصلا با دنیا اینا آشنا نیست، داری یه چیزایی اصلا فضایی میدی. زیاد این چیزا رو شما دنبال نکنید، دنبال یه سری لیولای منطقی باشید. آره الان یه کسی بیاد بگه آقا مثلا الان سولانا احتمال داره پرقدرت بره بالا، من مثلا بیام تا 350 رو بگیرم، منطقیه. چرا دیگه؟ ببین چون سقفش الان تقریبا نزدیک 300، اینم بشکنه مثلا تا 350 اینجا میاد بالا، اوکیه. از 300 تا 350ش 20%. حالا ما اینو مثلا 30% هم در نظر بگیریم دیگه، خب اوکی، $400 رو میتونه ببینه دیگه. نه دیگه، ببین این نمیشه شما بیا اینجا عدد رقمای فضایی طور بدی آره این اونجوری میشه اون اینجوری میشه. نمیشه. همه چیز اینجا درسته بر پای احتمالاته، ولی احتمالات هم باز خب پشتش یه ریاضی میخواد، یه دو تا چارتایی میخواد، الکی نیست این داستانا. و یه ارز خوب دیگه ای هم که داریم پندله. پندل هیچ موقع ما رو ناامید نکرده، خیلی دوست خوبی بوده. ماهانش چیز خاص زیاد نداره، اما هفتگیش تقریبا این بالاست. خب و یه سری کی لولا داره دیگه، هیچ اینا رو بتونه رد بکنه، چون الان تقریبا میشه گفت یه باکسی الان گرفتاره این چندین هفته است. اگر بتونه بشکنه حرکت خوبی رو میتونه انجام بده. تا مثلا همین سقف اینجا بده، بذار بریم یه جا دیگه. تا سقف خودش میتونه یه حرکتایی رو داشته باشه. خب مثلا $10 هم حتی میتونه بره از اینجا. چون چرا یه بار اومده تا مثلا $7، از $7 هم مثلا دوباره میتونه بیاد تا $10. اینجا نبنده تا مثلا $8 میرسه، ولی نه دیگه اینجا ببنده تارگت های بعدیش میشه همون $12 و $15 این حرفا دیگه. پندل $100 ما نداریم، مثلا نمیخونه، با هیچ چرتکی بندازی نمیخونه. ولی اینم خوبه میشه روش حساب کرد، یعنی هر موقع که بلند شده قشنگ اومده بالا. یه حرکت اینجوری داره، یه آرسایش رو ببینیم، تقریبا هم این خود آرسایش داره میاد جلو، هیچ حرکت غیر نرمالی نداره. الان یه واگرای مثبتی داره، ببین اینجا مثبت رخ داده، اینجا رو دارم میگم، پایینو میبینید دیگه. اینجا واگرای مخفی مثبتش اتفاق افتاده، تا اینجا رشد داشتیم 50%. اینجا دوباره یه واگرایی
رخ داده. این قسمت دوباره چقدر رشد داشتیم؟ بذار تا همین واگرای مخفیش، واگرای کاملش بریم دیگه. تا اینجا دوباره 50% رشد داشتیم. اینجا دوباره اگر اینو ببندیم و پرقدرت هم باشه، چون هم موقعی که اینا زده شده ببین یه حالت اینگلفی داره. باز بکنم اینا رو، بیا یه حالت اینگلفی داره. خب قبلیه رو کلا شسته برده، اینم اینجا قبلیه رو شسته برده، این یکی هم همینطور. باید منتظرش باشیم، 6 ساعت مونده دیگه، منتظر باشیم ببینیم اینو میتونه تا بالاش ببنده. اگر تا بالای این ببنده خیلی خوب میشه و میشه دوباره یک حرکت مجدد ازش انتظار داشت، چون ذاتاً حرکت ببین اصلا صعودیه، نمیشه بهش ایراد خاصی گرفت. اینم پندل پس خدمت شما. مابقیش هم میذاریم کانال دیگه، چیز خاصی نداریم. تا اینجا که یه سری ها رو معرفی کرده بودیم، یه سریاش هم که توی بالا پی وی بچه پشتیبانی فرستادن واسه اون افرادی که حالا اون تسکا رو انجام داده بودن. این هم که اینجا با هم دیگه بررسی کردیم، میشه انتظار خوبی ازش داشت. یعنی همینو دوباره خیلی خوب ببنده، میشه انتظار یه حرکت دوباره 50% چقدر میشه؟ تا اینجا، تا اینجاش $7. ببین همونو گفتیم دیگه، دقیقا $7 تا مثلا $7 و اینا، ولی به شرطی که بتونه درست و خوب ببنده دیگه. درست و خوب ببنده ما میتونیم باش سوار بشیم. و چرا حرکت نمیکنه؟ درست و خوب اینو ببنده میتونیم دوباره سوارش بشیم. یه سری ارزی دیگه ای هم داریم، مثلا ببین الان فتو فکر کنم داشته باشیم. اینم بگم آن راستی من تا فتو دارم بررسی میکنم، این حالا پتانسیل خوبی داره. در کنار این داستان سرویس جدید رو هم راه اندازی کردیم و به زودی در اختیارتون قرار میگیره. میتونید بیاید اینجا خیلی راحت پیرتون رو انتخاب بکنید. ای بابا، خب ببین میای اینجا پیرتو انتخاب میکنی، مثلا اتریوم یا لینک یا سولانا یا هشت دیگه. شماره تلفنتون رو وارد میکنید، این گزینه رو میزنید، یه SMS براتون میاد، SMS رو اینجا کد تاییدش رو میزنید و در نهایت حالا این سولانا براتون یه تحلیل انجام میده. تو 24 ساعت افراد میتونن به صورت رایگان یه دونه تحلیل دریافت کنن. اینم از این، میتونید خیلی راحت اینا رو استفاده بکنید. ببین مثلا اخیراً چیزایی هم که اینجا گرفته شده، بیت کوین مثلا اینجا چیز شده، استاپ شده، ولی مثلا اون یکی بیت کوین اینجوری نقطه کرده، اینجا رو ریخته و بیا روی این یکی ها آواکس اصلا استرنگ بولیش مومنتوم داشت، اینجوری نقطه کرده اینجا، فکر میکنم دیده بشه، زده رفته بالا. دو جمع همینطور و خیلی چیزای دیگه. اصلا ENA هم که اصلا اینجا جر داده، درسته اینجا بسته شده ولی تا اینجا دوباره رفته بالا. از این هم یعنی میتونید استفاده بکنید، منتظرش باشید، منتظرش باشید، خبرش براتون میاد. عرضم خدمتتون که فت کاری که قراره انجام بده برای ما، من پایین رو ببندم، بیایم روی هفتگیش. چی گرفتیم مثلا ازش؟ حالا کار ندارم، این برای خیلی وقت پیش بوده. ببین اینجا رو میبنده، اگر بالای اینجا بست، دقیقا همین نقطه که یه بار شوت شده ازش بالا، دو بار شوت شده، اینجا میاد روی این لول میبنده، این لول رو بست تا اینجا یه رشد 100% میتونه داشته باشه، باز بست میره بالای 100%. این قسمت 150%. فت ارزی نیست که به این راحتی ها بشه ازش گذشت. این همه ریزش داشته، درسته این همه یهو صعود داشته، کاری با این داستان نداریم، یهو اینجوری پرت شده بالا. دوباره مثلا تو سال قبل این موقع های اینجوری پرت شده بالا، اما این دوباره میتونه تا اینجا بیاد بالا، چون یه ببین اینجوری شده، بذار ببین یه بار اینجوری شده اومده پایین، اینجوری شده اومده پایین، طبق چیزی که اینجا دادیم میتونه مثلا تا اینجا بیاد بالا، همون 100%.
ولی خب اگر خیلی قدرتمند باشه مثلا میتونه بیاد اینجا دوباره بیاد پایین، میشه. ولی این لگو از دست ندید. دقیقاً این لول 81 رو، یعنی 0.81 رو از دست ندید. خیلی چیز خوبیه، خیلی چیزای خوبی رو هم میتونید ازش بگیرید. حتی توی ترید هم خیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه. بس اینا رو ببندیم مثلا. خیلی خوب. پس اینم از این داستان. حواستون به این ارزا باشه. حتما بررسی بکنید، روی اینا آلرت ست بکنید. اگه بلد نیستید روش میزنید، روی این خطی که انداختید اینجا آلرتتون رو ست میکنید. اینجا رسید منتظر میشید، چون هفتگیه بالاش میبنده، خوب بست، میریم بالا باشه. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه و اگر باز ارز دیگه ای خواستید یا مورد دیگه ای بود حتما توی کامنت ها بنویسید. تحلیلاش میره توی کانال تلگرام، میتونید از اونجا ببینیدشون. مرسی، خدا نگهدارتون تا ویدیوهای بعدی.